از الکتاب، القرآن، ام الکتاب، الذکر و از الفرقان سخن میگوید، آیا همه این واژه‌ها نام‌های متفاوت یک چیزند؟ آیا همه آیات قرآن یا محکم هستند یا متشابه؟ یا دسته‌ای از آیات وجود دارند که نه محکمند و نه متشابه؟ پس ساختار هر کتاب چیست؟ در این جلسه می‌خواهیم نقشه‌ای را باز کنیم که اگر درست فهمیده شود، معنای بسیاری از اصطلاحاتی را که سالها مترادف تصور کرده ایم تغییر می‌دهد. با سلام خدمت همه همراهان و بینندگان محترممون. امروز جلسه 23 از سلسله برنامه‌های خوانش معاصر قرآن رو در خدمتتون هستیم و برنامه رو مطابق معمول جناب حقجو آغاز می‌کنم. جناب حقجو، اگه صحبتی با بینندگان عزیزمون داریم بفرمایید. سلام به خانم رحیمی و سلام به تمامی دوستان که برنامه را می‌بینند. من قبل از که وارد بحث جلسه امشب بشم میخواستم یک یادآوری بکنم که امیدوارم مطالبی که ارائه می شود ما را بیشتر در فهم معاصر قرآن کمک کند و به دنبال این هستیم که از اون حالت انتزاعی نباشه بحثای ما و بتواند کاربردی باشد، بدین معنا که هر فرد یا پژوهشگری بتواند این مفاهیم را مجدداً بررسی کند، یعنی روشمند باشد، بتواند به قرآن مراجعه کند و برای فهم قرآن از این روش کمک بگیرد. امیدوارم که این گونه باشد، چون که ما با این هدف برنامه را اجرا میکنیم و در اختیار دوستان میذاریم. بحثی که وجود دارد اینه که ما در طی این چندین جلسه که صحبت کردیم در رابطه با ساختار وحی در دستگاه مفهوم، یعنی در دستگاه مفهومی دکتر شهرور، میخواهیم یک جمع‌بندی داشته باشیم که از جلسات بعد بریم به سمت یک سری مسائل و مفاهیم جدیدتر. وقتی که ما راجع به الکتاب صحبت میکنیم یعنی مجموعه موضوعاتی که به حضرت محمد از طریق وحی رسیده و این مجموع میان همین دو جلد مصحف، یعنی همین کتابی که ما با عنوان قرآن میشناسیم. وقتی ما میگیم قرآن کریم، قرآن مجید، همین کتابی که در دست ما چه مسلمانان و چه غیر مسلمانان این کتاب وجود دارد، یعنی از سوره فاتحه شروع میشه تا پایان سوره ناس. و همین کتاب در بردارنده نبوت و رسالت است. همین کتاب وقتی راجع به موسی و عیسی صحبت می کند فقط در رابطه با رسالت صحبت می کند. پس الکتاب یعنی رسالت به اضافه نبوت. این را داشته باشیم که در دستگاه خوانش معاصر دکتر شهرور الکتاب با القرآن مترادف نیستند. الکتاب مفهوم فراگیرتری است و کل مجموعه وحی را در نظر می‌گیرد، ولی القرآن بخشی از ساختار نبوت است. حالا بعد اینا رو صحبت کنیم. میرسیم به بخشی که به نام ام الکتاب مطرح است که در این مجموعه آیاتی است که رسالت محمد را تشکیل می‌دهد و شامل عبادات، حدود، تعلیمات، فرقان، صراط مستقیم و حکمت‌ها را در بر می‌گیره که این مجموعه بهش میگن کتاب محکم. در سوره آل عمران آیه شماره 7 گفته بخشی از آن آیات محکمند که آنها ام الکتابند، یعنی منه آیات محکمات هن ام الکتاب. این آیات مستقیما از سوی خدا وحی شدند، پیش از انزال و تنزیل وجود پیشین نداشتند. اینو داشته باشیم. قبلا صحبت هم کردیم راجع به انزال و تنزیل.
در بخش ام الکتاب قبلا وجود نداشته، برخلاف آیات نبوت که میگیم قبلا یک تنزیلی صورت گرفته، یعنی قوانین لایتغیری وجود دارد و بعداً در دایره آگاهی ما وارد میشه. اما ام الکتاب این گونه نیست. ما برای این صحبت‌های بعدی را خواهیم داشت. پس ام الکتاب اون بخش ازلی نیست. چرا؟ متناسب با شرایط و زمان در باب اجتهاد وارد میشه. بخش نظری حدود بر اونها حاکم است. پس بنابراین این دوتا را میخوایم از هم متمایز کنیم. یه ام الکتاب داریم و یه القرآن. اینجا یه واژه‌ای هست به نام جعل. ما در چارچوب خوانش معاصر قرآن وقتی صحبت میکنیم، مفهوم جعل یه جایگاه بسیار ویژه‌ای در شناسی دینی و انسان شناسی دارد. این واژه را از کاربردهای قرآنیش داشته باشیم، در مقابل واژه خلق قرار میگیرد. وقتی راجع به خلق هست میان افعال تکوینی یعنی حوزه طبیعت است و افعال دستوری یا قانون حوزه تشریع و احکام هست. وقتی راجع به جعل صحبت میکنیم، اینجا آن است که یک چیزی وجود دارد و بعداً تغییر پیدا میکند. اینا خیلی مهم است که ما این دوتا را داشته باشیم. اینا در تقابل با هم هستند. یعنی وقتی راجع به خلق صحبت میکنیم یک افعال تکوینی هستند، ولی در حوزه تشریع جعل صورت میگیرد. ببینیم حالا تفاوت خلق و جعل چیست. در تحلیل معناشناختی که وقتی صحبت میشه این دو واژه مترادف نیستند، چون خیلی از کسانی که به عنوان اسلام سنتی یا کلاسیک هستن این دوتا را بعضی وقتا جای همدیگر میگیرن. باز هم این یک غلط مصطلح نشود. خلق و جعل از ریشه عربی یکسان نیستند. طبیعی است که این دوتا واژه مترادف نیستند. اما وقتی ما میگیم این دو واژه مترادف نیستند، بحثمون راجع به معناشناختیه. بحث لایه‌های معنایی، شبکه معنایی وجود دارد. وقتی راجع به خلق صحبت میکنیم یعنی به معنای ایجاد شیئی از عدم، یعنی ابداع ساختار اولیه که به نظام تکوین تعلق میگیره، طبیعت، جهان، آفرینش، آسمانها، زمین، انسان، اما انسان به عنوان یک موجود بیولوژیک. اما وقتی راجع به جعل صحبت میکنیم که دوستان آنم به جای خلق هم میگیرن ترجمهش میکنند، اینجا قرار دادن، تبدیل کردن، دگرگون سازی، یعنی تغییر شکل از یک موجود که از پیش آمده از حالتی به حالتی دیگر. پس بنابراین میبینیم خلق از عدم است، ولی جعل شکل تبدیل یک خلق است. یعنی یک چیزی وجود دارد، یا قرار میدهیم یا تبدیل میکنیم یا دگرگون سازی میکنیم، یعنی تغییر شکل میدهیم، یا با واژگان مهندسی مجددی صورت میگیره. ممکنه کاربریش عوض بشه یا نوع قانونگذاری تغییر بکنه. حالا ببینیم اقسام جعل در قرآن چیه. ببخشید آقای ارجون، پس میشه اینطور بگیم که اول خلق هستش، اول خلق اتفاق میفته و جعل بعد از اونه. یعنی اگه بخوام اینا رو از هم جدا کنیم یکیشون قبل از دیگری اتفاق میفته. میشه اینطور گفت؟ به این معنا بله. یعنی از نظر زمانی یک خلقی صورت گرفته، یک عدمی وجود داشته که آفرینش آسمان بوده، زمین بوده، انسان بوده. اما مسائل جامعه، سیر تحول جوامع، اینها دارن جعل صورت میگیرن. شما مثلا میگید یه زمانی مثلا
اقتصاد کشاورزی بوده، بعدا شده اقتصاد دامداری. اینا جهل است. یعنی یک اقتصادی بوده، حالا تغییراتی کرده، یا یک انسانی بوده، یک بشری بوده، بعدا شده انسان. اینا خیلی مهمه. بعدا ما اینا رو وقتی تفکیک میکنیم میفهمیم که چرا اینا مترادف نیستن. اگر ما خلق را بگیریم، یعنی انسان خلق شده، یعنی هیچ چی وجود نداشته یک دفعه انسان روی زمین سر در آورده. این گونه نیست. اما تمامی آفرینش آسمان و زمین از روز اول، یعنی با اون اگه بگیم با بیگ بنگ که صورت گرفته، خلق شده، از عدم خلق شده. حالا بر نگریم که ما بیگ بنگ اول بودیم، دوم بودیم، حالا بحثای دیگری است. اما جهل یک واژه‌ای که تغییر توش هست. اگر یادتون باشه ما قبلا صحبت هم کردیم، در قوانین و سنت‌های الهی تغییر حاصل نمیشه در القرآن. یعنی این طبیعت، این هستی با همون قوانین روز اول ادامه پیدا کرده. فردا قرار نیست خورشید از سمت مغرب طلوع کنه. اما این انسان از روز اول نبوده. انسان یک سیر تطور و تکاملی پیدا کرده. اما بشر این گونه نیست فیزیولوژیش. پس حالا وقتی راجع به جهل صحبت میکنیم، ما چند قسم جهل داریم. یک قسمش ما بهش میگیم جهل تکوینی، یعنی تغییر در ساختار صورت میگیره. یعنی یک ماده خداوند آفریده، خلق کرده، این به مرور زمان به اشکال جدید در میاد، اما یک نظم تازه بر اون حاکم میشه. یعنی ساختاران عوض میشه. شما اصلا باران را در نظر بگیرید. باران زمین مرده رو زنده میکند، دانه رو میشکافد، گیاه میروید. اینا همه از مصادیق جعل تکوینی در نظام طبیعت هستن. درسته اینا جعلن، ولی ساختاره. یعنی یک مجموعه از قوانین علیتی که ماده باران بران رشد حیات وجود داشته پیوند میزند. پس این در جهان فیزیکی جعل صورت گرفته، ولی جعل تکوینی است، یعنی در ساختار تغییر کرده. اما یه جعل دیگه داریم، جعل در تشریع است. اگر اون مسئله تشریع رو بدانیم که در رابطه با احکام است، حدود الهی است، این بعدی است که بیشترین اهمیت را تو این خوانش معاصر داره. چرا؟ این احکام دینی، سنت‌ها، چارچوب اجتماعی که در قرآن نازل شدند، از سنخ جعل تشریع هستند. یعنی چه؟ خداوند اینها را متناسب با زمانه، تحولات تاریخی و ظرفیت جوامع انسانی، قوانین، احکام و حدودی را قرار داده، جعل کرده. یعنی ما با قوانین مثلا 10,000 سال پیش زندگی نمی کنیم. جوامع تغییر کرده. یعنی حتی جامعه کنونی که ما داریم با جوامع مثلا 2000 سال پیش هم فرق میکنه. چرا؟ چون این قوانین و احکام برای آن جامعه و آن زمان جعل شده. اینجا دیگه نمیگیم خلق شده. یعنی جامعه ایجاد شده ولی داره تطور پیدا میکنه. این از سنخ جعل تشریعه. چرا این بحث جعل تشریع رو ما جدا میکنیم؟ چون که یک نظریه حرکت در زمان است. یعنی جعل و پویایی شریعت. اگر ببینیم در این پاورپوینت که میبینید، اینجا تغییرات تاریخی و تکامل اجتماعی را میبینید. یعنی احکام تشریع و قانونی که در قرآن هستند تحت عنوان جعل آمدند،
پاسخگوی نیازهای بشر در یک مقطع تاریخی مشخص بودند. به یه مفهومی خداوند قانونی خلق نکرده یا جعل نکرده برای انسانهای مثلا 10,000 سال پیش که ما باید تابع اون قانون می بودیم اگر خلق می کرد. مثل قوانین و سنت هایی که فراز و فرود تمدن ها قانونش هست. خورشید، گردش خورشید، ماه، جزر و مد، تمام چیزی که در طبیعت میبینید، آتش فشان، خدا اینا رو خلق کرده. اما اگه میخواست این قوانین را هم خلق کند، ما باید تابع اون قوانین ادامه میدادیم. یعنی در اختیار من و شما نبود که تغییرش بدیم. اینجا خداوند میگه من جعل کردم، از واژه جعل استفاده میکنه. پس بنابراین اینا خیلی مهمه که ما اینها را از هم تفکیک بدیم. نگیم در خلق و جعل در قرآن آمده با عنوان خلق، چون اگه خداوند میخواست با همون مفاهیم خلق در رابطه با اجتماع صحبت کنه، از واژه جعل استفاده نمیکرد. پس اینجا جعل به معنای قرار دادن در یک بستر خاص است. اینجاست که احکام دیگه ایستا نیستن. یعنی ما اینجا قانونی که در نظریه حدود استفاده میکنیم یا اون دستگاه فکری که در خوانش معاصر ارائه میشود، برای اینکه آن است که اینجا خرد جمعی انسانها در عصر جدید در قالب اجتهادهای جدید و مستمر و نوآوران است. برای همین میگن باب اجتهاد باز است. اینجا اصول کلانی که قرآنی که وجود داره، احکام متناسب با زمان خودش رو باز تعریف میکند و تغییر میدهد. اینجا بخشی از جعل را خداوند به انسانها واگذار کرده. خداوند در زمان حضرت محمد این مدیریت جامعه رو که در اختیار حضرت محمد گذاشته، آنجا قوانین را در قالب شرایط اجتماعی اونجا وضع کرده، هم مستمر بوده هم نوآورانه. یعنی در زمان خودش قوانین خیلی پیشرفته تر از قوانین قبل از نبوت و رسالت ایشون بوده و ایشون هم ظرف 23 سال قوانین جدیدی را جعل کردند، آموزش‌های جدیدی را وارد کردند. اما اگر خلق بود، پیامبرم نمیتونست کاری بکنه. اما حالا پیامبر نیست. ما بر مبنای قرآن است که جعل ها را انجام میدهیم. پس اینجا جعل به چه چیزی ارتباط پیدا میکنه؟ میرود به اراده آزاد انسانی. پس ما اینجا وقتی میریم بحث اراده آزاد انسانی، یعنی جعل الهی به گونه‌ای طراحی شده که فضای لازم را برای عاملیت انسان و آزادی اراده فراهم می‌کند. خداوند انسان را آفریده، یعنی خلق کرده، سپس راهنما کرده، ارزش‌ها و محدودیت‌ها را برای مسیر حرکت او قرار داد، یعنی جعل کرد. اما انتخاب مسیر، راه اندازی نهادها، قانونگذاری مدنی خردورزانه باشد، در طول تاریخ به عهده کیست؟ خرد جمعی این انسان ها. اینجاست که از طریق استدلال، مصلحت اندیشیشون، مناسبات اجتماعیشون رو خودشون رو سازمان میدهند. تو پرانتز میخوام یه چیزی یادآوری بکنم. اگه یادتون باشه در یک جلسه یوتیوبی با هم داشتیم در رابطه با حرام ها. در بحث حرام ها صحبت شد ما 14 تا حرام بیشتر نداریم. بخش بعدیش حلال ها هستند، ولی این حلال ها نیاز به ساماندهی دارد. نیاز داره متناسب با شرایط اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی شکل جدیدی بگیرد. ما از حرام ها به دور هستیم، اما در قسمت حلال ها اجتناب میکنیم، تحریم میکنیم، نه حرام میکنیم. مثلا میگن مثل دکتر دیگه،
دکتر به بیمار میگه که مثلا دیگه از قند مصرف نکنید، مشروب نخورید، دارو استفاده کنید. اینجا محدودش کرده، تحریمش کرده از استفاده یک سری از کارها. اما نمیتونه دکتر بگه من این کار رو بر شما حرام کردم. اینجا حرام خدا، فقط خداوند حرام میکنه. حتی پیامبرم وارد حلال کردن حرام خدا نمیشود و حرام خدا رو نمیتونه حلال بکند. پس بنابراین اینجاست که این جلب اراده انسانی معنا پیدا میکند که خروجی های این نوع نگاه نفی ترادف است. اگر ما خلق و جع را یکسان می گرفتیم، ما به این دستاورد نمی رسیدیم که مجاز هستیم. انسان مجاز است آزاد باشد و قوانین خودشو وضع کند. بریم به سمت دیگری از این نقشه راهمون، بحث نبوت. وقتی ما راجع به نبوت صحبت میکنیم، آیاتی و بخشایی از این کتاب وجود دارد که شامل القرآن، السبع المثانی، تفصیل کتاب است. پس اینجا بخش نبوت به دو بخش اساسی تقسیم میشه. یکی آیات متشابهاته که بخش شامل القرآن و سبع المثانی هست. ما بعداً در یک نموداری اینا را خیلی بهتر نشون خواهیم داد. و بخش دوم که نه آیاتی که نه محکمن و نه متشابه، و بخش تفصیلی و شرح آیات هستند. یعنی یک آیه آمده مثلا گفته من مواردی رو بر شما حرام کردم، اما در یک آیه دیگه آمده یا در 3 تا آیه آمده حرام ها رو به تفصیل گفته. اون آیات شرح و تفصیل اون آیه اصلی حرام هستند. پس اینا نه محکمن و نه متشابه. حالا وقتی راجع به آیات متشابه صحبت میکنیم، اینجا بحثمون راجع به القرآن، یعنی مجموعه قوانین است. در پاورپوینتی که میبینید در رابطه با آیات متشابه، اینو به اون آیکونات که میبینید لوح محفوظ و امام بین خیلی راحت‌تر قابل دید و فهم قرار میگیره. پس القرآن مجموعه قوانینی است که در لوح محفوظ و امام مبین ذخیره شده اند. یعنی اینا محفوظند از هر گونه تغییر، از هر گونه دسترسی از طرف هر موجودی در این جهان، چه انسان، چه جن، چه فرشته، چه هر کسی. این مجموعه شامل قوانین عام حاکم بر وجود، از آغاز آفرینش تا پایان ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ، اینا همه تو لوح محفوظند. اما یه سری قوانین جزئی داریم. یعنی ما در قسمت القرآن یه قوانین عام داریم، یه سری قوانین جزئی داریم. اون قوانین جزئی راجع به رفتار و پدیده‌های طبیعی است، رویدادهای انسانی است، همین که فراز فرود تمدن‌ها، آتش فشان، زلزله، همه اینها در امام مبین هستند. پس بنابراین قبلا صحبت شده در انزال و تنزیل، اینجا این تشابه پیش میاد که یک حرکت محتوایی داریم، یعنی نص قرآن داریم که ثابت است. از این رو فهم آن نسبی است و متناسب با زمینه معرفتی در هر است. به چه منظور؟ ببینید، ما قوانین که بر گردش سیارات، زمین، منظومه شمسی و سایر منظومات، این قوانین ثابت است. یا قوانینی که در رابطه با فراز فرود تمدن‌ها. اما انسان است که تا زمانی که به این فهم نرسیده باشد،
اینها رو در دایره دانشش نیامده باشد و در دایره کاربردش نیاید، یعنی عملاً استفاده ازش نکرده. تشابه به این معناست. چرا؟ چون من یک برداشتی دارم از این قوانین، شما یه برداشت دیگه دارید. مثال زندهش میزنم در مسائل قوانین تغییر تحولات اجتماعی. یکی ممکن مبنای اقتصادی بگیره، یکی مبنای سیاسی بگیره، یکی مبنای فرهنگی بگیره. اینجاست این تشابه ایجاد میشه. اما قانون عوض نشده، قانون ثابته، ولی فهم ما یا زاویه دید ما یا دستگاه فکری ما برای فهم اون موضوع متفاوت است. پس اینجا متشابه، اینجا فقط مبهم نیست که بگیم روشن نیست، بلکه اینجا قابلیت حرکت معرفت داره. یعنی شما توی این توضیح مفهومی رو بهتر خواهید دید. یعنی ما یک محتوا داریم ثابت است، یکی حرکت معرفی در این محتوا داریم. اینجا افق فهم ما تغییر می کند، اونم با توجه به تحولات معرفت انسانی گسترش پیدا می کند. میریم به آیات متشابه ولی بخش از سبع المثانیش. در بخش سبع المثانی اینا مجبورم یک کمی با تأنی و با آرامش توضیح بدم که چون خیلی جای بحث داره و بعدا صحبت مجدد هم در این ارتباط خواهیم داشت. این سبع مثانی بازم در دستگاه شهرو داریم صحبت میکنیم. ممکنه سبع مثانی رو شما جای دیگه مطالعه کردید، بحث‌های دیگه هست و داستان‌هایی برای این سبع مثانی هم مطرح شده، اما در برداشت خوانش معاصر داریم صحبت میکنیم. ما 7 تا آیه داریم که فواتح سوره هاست، یعنی اول سوره ها آمده. الف لام میم، الف لام میم صاد، کاف عین یا عین صاد، یا سین تا ها، تان تا سین میم و ها میم. این حرف ها یا این حروف مقطعه آمده. اگر ما این حروف مقطعه را نگاه بکنیم و اون تکرارش رو حذف بکنیم میشه 11 تا. 3 تا حرف دیگه داریم که حروف مقطعه آمده ولی نه در اوایل سوره، در طول سوره آمده که قاف هست، را هست و نون که میشه 14 تا صوت. حالا بعدا صحبت خواهیم کرد که در بخش‌های تکمیلی این سبع مثانی من بازم تو پرانتز یک گام جلوتر میرم که از ذهنتون داشته باشی که چرا بعداً دکتر شهرور مطرح میکنه که انسان‌ها برای اینکه صحبت بکنن، کلمات را ادا کنن، افعال، اسامی، نیاز به اصوات دارند و این 14 صوت حداقل اصوات است. یعنی اینا اصوات پایه‌ای برای زبان انسان است. شما اگر ببینید حیوانات صدا از خودشون یا اصواتی صادر میکنن، ولی نمیتوانند تمام حیوانات، یعنی یه حیوان تمام این اصوات 14 صوت داشته باشه. یا شما زبان را نمیتوانید اسامی، افعال را، حالا فرق نمیکنه زبان انگلیسی یا عربی، فارسی یا هر زبانی، نیاز به این حداقل 14 تا صوت را دارید. بنابراین این سبع مثانی جز آیات متشابه هستند. امروز دکتر شهرور یک تعریفی، یک برداشتی از تک تک این حروف داره. مثلا چرا الف لام میم صاد اومده توی این سوره؟ چه کلیدی است؟ ممکن بگه آقا کلید این سوره است. اینها تشابهاتن. اینهاست که بایستی بحث روش انجام بشه، بررسی صورت بگیره تا یک چیزی خروجی داشته باشه که بگه من به این
موضوع رسیدم یا به این فهم رسیدم. بنابراین اینا جز آیات متشابه هستن، اینا جز آیات محکم نیستن که بگه آقا این حرف آخر من است یا این حرف خداست. پس بنابراین این خیلی مهمه اینو داشته باشیم. پس بخشی از آیات متشابه هستن و بخشی از نبوت هستن که این بهش میگن سبع المثانی. حالا سبع المثانی چرا؟ این 14 تا را وقتی انجام بدی میشه 2 تا 7 تا، یعنی 2 ضرب در 7 میشه 4. سبع مثانی یعنی 7 تا جفت. حالا این بحث که بهش میگن توی قسمت احسان الحدیث هست و اینها برمیگرده تابع تحولات معرفت انسانی. یعنی شما اگر 1000 سال پیش این سال ازشون میکردید ممکنه مفهومی به شما ارائه بدن، اما مثلا شما حال کامپیوتر اومده، شما میتونید دیتا ها رو بگیرید بررسی کنید ببین در قرآن چگونه میتوانید از اینا برداشت کنید. پس برای همین که شما در این بخش شما برداشت میکنید به یک نتیجه جدیدی میرسید. میریم به آیاتی که نه محکمند و نه متشابه. در منظومه محمد شهرور بازم اینو تاکید میکنم که ما بر مبنای نفی ترادف به طبقه بندی های رسیدیم در آیات قرآن که الزاماً دوگانه محکم و متشابه قرار نمیگیرند. یعنی یه دسته از آیات هستند که در بخش تفصیل کتاب قرار میگیرند. چرا؟ چون اینها نیاز به تبیین دارد، تفسیر دارد. یعنی یک آیه ارائه شده، در آیاتی دیگری اون آیه را تفصیل کرده یا متمایز کرده. ببینید خیلی جالبه، اینم داشته باشیم بعدا صحبت خواهیم کرد. ممکنه یک واژه خلق یا جلب توی یک بخش از سوره ها، همون واژه در بخش از سوره دیگه این فرق تمایزه های رو به شما نشون میدهد که تو تفاصیل بهتر میبینید. در متن آیه ممکنه نبینید و در تفصیل اینها را داشته باشید. برسیم به بخش خیلی مهم که یک جمع‌بندی تفسیری داشته باشیم یا یک جدول آیات داشته باشیم. فکر کنم با صحبت ما که کردیم، چون ما قبلا اینو به صورت دستنویس خود دکتر شهرور گذاشته بودیم که هم به زبان عربی بود و خیلی اعتراض کردن، مخصوصا خانم رحیمی اعتراضی داشت که دیدیم بهترین کار بریم به صورت آنفوگرافیک و اینو نشون بدیم که انفوگرافیک این الکتاب نبوت و رسالت به چه صورت است. خانم رحیمی این تصویر بهتر نشون میده دیگه. بله عالی، دستتون درد نکنه. یعنی شما قشنگ طبقه بندی رو هم با رنگ ها نشون دادیم که اون یه الکتاب هست، بخش نبوت و رسالت دارد. رسالت هم مشخص است که در چه طبقه بندی صورت میگیرد و اینا بازم تکرار میکنم که فرقش با جل و خلق هم دقت کنید. آیات محکمات روششون صریحاً و الزام آورند. مثال میزنم، وقتی یه قاضی میگه آقا 10 سال زندان، کسی شک نمیکنه آقا 10 سال یعنی چه؟ 10 سال زندان دیگه. یا اگر شما جریمه راهنمایی دارید، مبلغ رو مشخص کردن، اون مبلغ مشخص است دیگه، متشابه نیست که من گیرنده یا دهنده شک کنیم 500 چیست. و بحث اساس شریعت هم مثلا. اما راجع به نبوت وقتی صحبت میکنیم چند معناست، تفسیرمند است، تفسیر پذیر است، تأویل پذیر است. شما در آیات نبوت نمی توانید بگید آقا من این نظرم تمام شد، ممکن نفر بعدی نظر دیگه داشته باشه. اجازه بدید دیگران نظر خودشون رو داشته باشند، چون خداوند گفته من این بخشو در اختیارتون گذاشتم، قوانین من عام هست،
شما به اندازه درکتون از این قوانین خواهید فهمید. پس من نگم حرف آخر از خانم رحیمی باعث حرف منو بپذیره، یا بالعکس خانم رحیمی میگن که من این حرف نهایی خدا رو فهمیدم. تأویل 100% فقط در اختیار خداست. اگر سوالی در این ارتباط دارید من در خدمت هستم. فکر می‌کنم بعدا بیشتر در موردش توضیح میدیم و خیلی خوب اینا همه رو توی یه قاب آوردیم. خیلی هم عالی. اوکی، بریم به بخش بعدی از ذکر. بازم برمیگردیم به نفی ترادف. آیا ذکر، فرقان، قرآن، کتاب یه معنی است؟ از ذکر صورت زبانی انسانی تمام الکتاب است که به زبان عربی مبین آمده است. یعنی چه؟ همین کتابی که در اختیار شما هست که به زبان عربی آمده است. حالا بعضی هستن میگن ما نماز میکنیم ولی متوجه نمیشویم که معنیش چیست. خب یه بار که آیات قرآن میخونید معنیش به دست میارید. اما تمام کتاب قرآن را خیلی ها را، مثلا حتی عرب زبان هم باشید، خیلی از آیات متشابه هستن، نمیتوانید بدون پژوهش برسید. یا بگید آقا من فلان مرجع، فلان شخص، فلان حرف زده، من اون حرف قبول دارم. اون یه بحث دیگه است. اما این بخشی است که بحث تعبدی است. وقتی شما مثلا قرآن میخونید، اینجا بحث این نیست که شما قرار است اینجا اینو بفهمید. وقتی میخواد بفهمید بایستی برید چیکار کنید؟ بررسی بکنید. یعنی این محتوا را که به صورت زبانی، یعنی صورت حامل محتواست، یک محتوایی هست خداوند بر پیامبر نازل کرد که به صورت زبانی آمد شد کتاب. اینجا دیگه میگیم اینو بخش بازم متشابهات هست که بایستی تحقیقات میخواد کاری انجام بده، ولی به عنوان یک انسان که میخواهیم تابع حالا قرآن باشیم، اینجا بحث صورت زبانی و انسانی شده این کتاب است. ما اینجا فقط به صرف یادآوری نیست بگیم مثلا بله من ذکر کردم، یعنی یه چیزی رو یادآوری کردم. ذکر اینجا صورت زبانی انسانی این کتاب است. چرا؟ این قرآن که شما میبینید مفهومی داره که برای زبان انسان میفهمد. حالا یه سوال تو پرانتز، حیوانات که تمام این قوانین برشون حاکم شده، قوانین برای همه است که فقط انسان ها که نیست، بر درخت و سنگ و کوه، آب، دریا، آنها این زبان انسانی را ندارند. ماییم که این قرآن به زبان انسانی آمده، به ما منتقل شده که این فهم را داشته باشیم. اینا رو بعداً بازم راجبش صحبت خواهیم کرد. بریم به الفرقان. الفرقان همون وصایای 10 گانه است که در آیات 151 تا 153 سوره انعام آمده که هم بر موسی و عیسی و محمد رسیده. فرقان بخشی از این کتاب است. یادمون باشد فرقان در بخش رسالت است. چرا ما میگم اون، حالا اگه دوستان بتوانن پرینتی از اون تصویر بگیرن، همیشه تو اتاق داشته باشن که وقتی واژه ها را میبینن میشنون سریع ببینن در کدوم بخش از این جدول قرار میگیره. الفرقان در بخش کتاب است، یعنی راجع به اخلاق مشترک میان ادیان آسمانی است. اما این فرقان برای موسی به صورت الواح نوشته شد که اون 10 با قول معروف میگن 10 فرمان معروف است. فیلم سینمایی شما خیلی دیدن.
ولی کتاب تلموذ، کتاب تورات 10 فرمان نیست. یا وقتی راجع به قرآن صحبت میکنیم، بخش متشابه قرآن الفرقان نیست. اینجا ارتباط پیدا میکنه به رفتار میان انسان ها. پس می رود در بخش کتاب. حالا جالب است، ما میریم به سمت سوره زخرف در 5 تا آیه اولش. تقریبا میشه گفت تمامی این دسته‌بندی رو توی 5 تا آیه سوره زخرف آمده. آیه نخستش که ها میم هست که همون حروف مقطع است یا سبع المثانی. میریم آیه دوم و الکتاب المبین که اینجا بخش اون الکتاب مبین بخش نبوت را نشان میدهد که این تو بخش نبوت هم میرسیم، تو المبین میرسیم به بحث قصص. یعنی قصص جز قوانین عام نیست، در قسمت کتاب مبین هست. شما توی اون جدول وقتی نگاه کنین مشخصه، ما فلش ها رو قشنگ کامل اونجا نشون دادیم. میریم تو آیه سوم، انا جعلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. یعنی ما آن را قرآن عربی برگردیم که باشد آن را تعقل کنید. این آیه در رابطه با بخش القرآن است، نه در بخش محکم کتابه، در بخش رسالت نیست. حالا خیلی جالب که هست، بازم تو پرانتز تا بعدن، اینجا واژه انا جعلناه قرآنا عربیا، یعنی تمام اون خلقتی را که انجام داده آمده به زبان دیگری و در یک فرایندی به ما جعل کرده به زبان عربی. یعنی چه؟ یعنی زبان عربی جز خلق خدا نبوده که هم مثلا این بحث جوک بین مسلمان هست که وقتی میریم بهشت و جهنم اونجا با ما عربی صحبت میکنند، یا سوالات به زبان عربی است، یا خداوند عربی صحبت میکنه، یا فرشته عربی صحبت میکنن. این یک واقعا اون عدم تفکیک خلق و جعل است. زبان عربی زبان خدا نیست، جعل انسانی است. من بعض وقت اینا با تأکید میگم که اشتباهی پیش نیاد. پس اینجا میبینید الکتاب مبین جعل کرده، نیامده بگه اون الکتاب مبین را با این یکی نکرده، جدا کرده. و بعدم مثل انا انزلناه فی لیلة القدر، اینجا بازم گفته در شب قدر انزال کردیم. یعنی یک وجود فاصله وجود دارد، نگفته انزال و تنزیل کردیم. یه انزال گذاشته، حالا بعضی آیات خواهیم رسه انزال و تنزیل با هم هستن، اون بحثی دیگه است، در رابطه با قرآن القرآن نیست. حالا میریم آیه 4 و انه فی الکتاب لدینا لعلی حکیم. پس اینجا میبینی راجع به کتاب صحبت کرده. پس اینجا یه القرآن داریم، یا کتاب داریم. میبینی اینا قشنگ در چند تا آیه تفکیک کرده. حالا میریم آیه 5 افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین. آیا به سبب اینکه قومی اسراف کنندید ذکر را از شما روی گردان سازیم؟ اینجا ذکری که صحبت میشه یعنی همان صورت زبان عربی الکتاب است. یعنی ما یه الکتابی داریم که اینجا آمده به صورت کتاب بر شما ذکر شده، یادآوری نکرد مثلا ما یادآوری کنیم ها. یعنی وقتی که در قسمت این ذکر رو بر شما روی گردان سازیم که وقتی میگه مسرفین هستن،
چه ربطی داره به ذکر؟ چه ربطی به کتاب دارد؟ چه ربطی به القرآن دارد؟ پس اگرم به فرضم یادآوری بکنیم، پس ما با یک کتاب بشناسم یا قرآن بشناسم که دوباره در آیه 5 داره یادآوری میکند. اما چرا یادآوری میکند؟ که اینها صورت زبانیه. چرا توی القرآن قوانینند. این قوانین بایستی من انسان با همین کلمات با من صحبت کنه. با من انسان چگونه میخواست بگو که این قوانین، این چرخش هستی چگونه است؟ تزریقی که نبوده. به منم که وحی نمیشود. از طریق القرآن باید بفهمم. یادمون نره که القرآن هم کسانی میفهمن که دانشمندان هستن. من آخوند نیستم که برم قرآن بخونم بفهمم هستی چیست، یا قوانین سنت های الهی چیست، یا منظومه ها چگونه تسبیح خدا میکنند. این ربطی به یک آخوند نیست. پس بنابراین این بخش را من اینجا تمام میکنم و میشود گفت اگر لطف کنند خانم رحیمی، ما اون صفحه که دوباره نمودار را داشته باشیم بد نیست. حتما بفرمایید. یعنی عملا ما داریم میبینیم که این الکتاب که بخش نبوتش هست، اون بخش اگه پایین نگاه کنید که قوانین طبیعت هست، میبینید زیر مجموعه امام مبینه. سنن تاریخ، یعنی فراز و فرود تمدن ها، جوامع، زیر امام مبین هست. اما وقتی برمیگردیم تو لوح محفوظ که قوانین کلی حاکم بر هستی هست، اینجا محفوظ است از همه چی. حالا همین رو میان زیر مجموعه القرآن عظیم برمیان آیت متشابه. چرا؟ چون اگر این تفکیک ها رو ما بدانیم، آیات وقتی که میخوانیم میتوانیم با این جدول بهتر بفهمیم. اما اگر بگیم تمام این قرآن یکیست، مثل این میمانه شما یه قانون اساسی داشته باشید، میگن قانون اساسی، خب میگم در کدوم فصلش آمده؟ در بحث حقوق ملت آمده؟ در بحث تفکیک قوا آمده؟ یا در بحث بخشی که راجع به رهبریت، ریاست جمهوری یا کسی که مسئول اول هست؟ من نمیتوانم همه اینا رو یک جا ببینم. چرا؟ بعضی جاها نیاز به تفسیر دارد. مثلا بحث‌های قضایی وقتی می شود، بعد قوانین قضایی بایستی تدوین بکنند. پس میبینید ما این بخش بندی برای سهولت کار است. این را اشتباه نکنیم که بگیم قرآن را ما داریم بازسازی میکنیم. قرآن اشتباه نیست، قرآن دقیقاً برای همین منظور هست. ولی انسان ها هستن که بایستی ببینن با این قرآن، برای فهم قرآن چه روش هایی را ابداع بکنن، آنم از درون خود قرآن، که بهتر بتوانن قرآن را درک بکنن. من عرایزم تمام شده خانم رحیمی، در خدمت شما هستم. متشکرم، ممنون از همه توضیحاتی که دادین. من پایان هر جلسه بیشتر به نتیجه میرسم که هرچی جلوتر میریم مفاهیم بازتر روشن‌تر میشن و ما رو کمک میکنه در درک بهتر قرآنی که میخونیم و امیدواریم که بتونیم ازش بیشتر و بیشتر درک داشته باشیم. عرض نیست اگر که میخوایم فقط با بینندگانمون صحبت بکنیم، فقط صرف این که من بازم دعوت میکنم که اگر که تمایل داشته باشید با گذاشتن کامنت روی این ویدیوها نظرات خودتون رو به ما اعلام بکنید. اگر موردی هست که بخواید در موردش بیشتر بدونید، بیشتر توضیح داده بشه، با همون ایمیل کنید یا اینکه اون رو به عنوان کامنت توی ویدیوها مطرح بکنید
و با ما در ارتباط باشید. من فقط به صحبت شما یک مورد دیگه بهش اضافه بکنم. هر گونه سوالی داری که ممکنه تو بحث‌های ما مطرح نشده یا از دل صحبت ما سوالی داشته باشید در رابطه با قرآن، حتما برای ما بفرستید که در اون ارتباط هم ممکن اصلا یک ویدیوی مستقلی طراحی و ارائه بکنیم و لطف کنن سابسکرایب بکنن که بتوانن آخرین ویدیو ما را هم براشون ارسال بشه. خیلی متشکر خانم رحمی و همچنین دوستانی که وقتشون میگذارن و این برنامه ها را مشاهده میکنن. امیدواریم که این برنامه و این موارد کمک کند که فهم بهتری از قرآن دست پیدا کنیم. شبتون بخیر. خدا نگهدارتون باشه.